31 useful sentences for daily conversation. مکالمه چالش اصلی زبان انگلیسیه. ادامه ویدیو رو ببین تا این مشکل رو به راحتی حل کنی و تبدیلش کنی به یک نقطه قوت برای خودت. فقط یادت نره لایک و سابسکرایب کنی و بزنی رو زنگوله تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. ما تو این نوع ویدیوها سعی میکنیم 31 جمله کاربردی از زبان انگلیسی که تو مکالمه روزمره استفاده میشه رو برای شما مثال بزنیم. شما با یادگیری این نوع از جملات دیگه حتی اگه گرامر انگلیسی هم تسلط ندارین به راحتی میتونین نیازهای روزمره‌تون رو برطرف بکنین. mood. مثلا میخوای حال یکی رو بپرسی، به جای اینکه بهش بگی How are you؟ میگی What's your mood today؟ What's your mood today؟ Leave alone. Leave alone. میخوای به یکی بگی که حال حوصله ندارم، لطفاً تنهام بذار تو حال خودم باشم. میگی Please leave me alone. Please leave me alone. Having a meal. Having a meal. مثلا میخوای یکی از دوستات رو یا مثلا آشناهات رو یا رئیست رو یا همکارت رو دعوت کنی بیرون برین غذا بخورین. میگی Let's have a meal together. Let's have a meal together. برای مثال یه جای آتیش گرفته، میخوای آتش نشانی خبر کنی، یا مثلا یه جای یه دزدی اتفاق افتاده میخوای به پلیس زنگ بزنی، بهشون میگی که I want to share some information with you. I want to share some information with you. یعنی میخوام یه اطلاعاتی بهتون بدم. I want to share some information with you. Honesty. Honesty. برای مثال یکی باهات صادقانه باهات برخورد میکنه، راستشو بهت میگه، میخوای ازش تشکر کنی که باهات صادق بوده، میگی Thanks for your honesty. Thanks for your honesty. Getting out. Getting out. برای مثال میخوای از یه محیطی، از یه مکانی بری بیرون، یا مثلا از یه جای خسته میشی، میگی مثلا به یکی از دوستات میگی که من باید برم بیرون، الان لازمه که برم بیرون، میگی I need to get out of here. I need to get out of here. Agreement. Agreement. مثلا میخوای با نظر یکی در واقع موافقت بکنی، بگی که خیلی باهات موافقم، مثلا حرفت خیلی درسته، داری درست میگی I couldn't agree more. I couldn't agree more. Call off. Call off. یه قراری با یه کسی میذاری، بعد یه مثلا یه اتفاقی میفته، یه مشکلی پیش میاد، میخوای بگی که آقا این جلسه رو، این قرار رو ما باید کنسل بکنیم، بنازیم مثلا یه وقت دیگه. بگی we need to call this meeting off. We need to call this meeting off. یعنی ما باید این جلسه رو کنسل کنیم. wrong. wrong. مثلا میبینی حال یکی بده، یه مشکلی واسه پیش اومده، ناراحته، ازش میپرسی what is wrong with you? What is wrong with you؟ یعنی مشکل چیه؟ چه مشکلی پیش اومده؟ bother. bother. مثلا میخوای یه آدرسی از کسی بپرسی تو خیابون، یه سوالی میخوای از کسی بپرسی، میگی که sorry for bothering you. Sorry for bothering you. یعنی ببخشید که اذیتت کردم، ببخشید که مزاحمتون شدم. disturb. disturb. مثلا میخوای به یکی بگی که یه سوال کوچیک داشتم ازتون، نمیخواستم مزاحمتون بشم، میگی I didn't mean to disturb you. I didn't mean to disturb you. Make up someone's mind. به معنی تصمیم گرفتن. مثلا میخوای به یکی بگی که آقا تصمیمتو بگی، نتیجه چی شد؟ جواب من بده. میگی You need to make up your mind. You need to make up your mind. Figure out. Figure out. مثلا داری یه مسئله حل میکنی، داری یه مسئله ریاضی حل میکنی، هر مسئله فرق نمیکنه، بعد به مشکل میخوری، به دوستت میگی که مثلا بیا کمکم کن، بعد یه مدت مثلا بهش میگی که فهمیدی چی شد؟ جواب فهمیدی؟ میخوای بگی اینجوری میگی Did you figure anything out?
Did you figure anything out? tell مثلا یه حرفی رو یکی میزنی ولی خب به حرفت عمل نمیکنه. بعد که مثلا میبینی دقیقا حرف تو شد، بعدا میای بهش میگی دیدی بهت گفتم اینجوری شدش، دیدی به حرفم گوش نکردی، میگی I told you so. I told you so. a second, a minute. مثلا داری پشت تلفن با یکی حرف میزنی، بعد یه آدرسی میخواد بهت بده، بعد میخوای بری خودکار و کاغذ گیر بیاری، بعد به اون کسی که پشت تلفنه میگی just a second please, just a minute please. killing مثلا میخوای بگی که خیلی سرم درد میکنه، بد جوری سرم درد میکنه، دارم میمیرم از سر درد، میگی my head is killing me, my head is killing me. space مثلا حالت بده، میخوای به یکی بگی که یه ذره ازم فاصله بگیر، من نیاز به جایی دارم واسه خودم خلوت بکنم، میگی I need some space, I need some space. moment alone این هم به همین صورت. مثلا میخوای بگی که یه لحظه بذار تو حال خودم باشم، یه لحظه بذار تنهایی فکر بکنم، میگی I need a moment alone, I need a moment alone. good luck میخوای برای یه کسی آرزوی موفقیت بکنی، میگی مثلا انشالله موفق باشی good luck with your job, good luck with your job. drive safe مثلا میخوای بگی که در امان خدا باشی، با امید خدا، برای فرض مثال میگی drive safe home. البته باید دقت داشته باشی، برای کسی که داره آرزوی در واقع سلامتی میکنی وسیله رفت آمدش ماشین باشه، به خاطر همین میگیم drive safe home. خب اینجا میخوایم 4 تا معنی کلمه get رو بررسی بکنیم. اول get به معنی فهمیدن، مثلا میخوای بگی که فهمیدم مثلا این داستان چی شد، مثلا پیداش کردم، همچین چیزی، میگی I got it یعنی فهمیدم، پیداش کردم. بعدی به معنی مثلا دست انداختن، سر کار گذاشتنه، مثلا به یه نفر میگی I got you good. get بعدی به معنی مثلا مراقب بودن، مثلا هوای کسی رو داشتن. به مثلا یه کسی میگی که یه کسی بهت میگه که من خیلی مثلا میترسم بیفتم فلان، بعد میخوای بهش دلگرمی بدی، میگی don't worry I got you. get به معنی اومدن. میخوای از یکی مثلا درخواست کنی که بیا اینجا، لطفاً یه دقیقه بیا اینجا، میگی please get over here. nod مثلا داری یه مسئله رو به کسی توضیح میدی یا مثلا داری تدریس میکنی، میخوای بگین که اگه متوجه حرفم شدین سرتون رو تکون بدین به نشانه مثلا تایید، میگین nod if you understand. piece of the puzzle مثلا دارین یه معمایی حل میکنین، میخوایم به یکی بگین که قطعه های پازل رو بذار کنار هم تا متوجه بشی، برای فرض مثال میگی put the piece of the puzzle together. eat مثلا میخوای به کسی یه غذای چیزی تعارف کنی، یه غذایی میخوری یا مثلا میخوای یه غذایی درست کنی، به یکی میخوای تعارف بکنی، بگی مثلا چیزی میخوری من برات درست کنم، چیزی میل داری، میگی would you like something to eat. live outside برای مثال یه مهمونی مثلا به خونه دعوت میکنی، میخوای بهش بگی که لطفا با کفش نیا داخل، کفشاتو بذار بیرون، بیا دور، میگی please leave your shoes outside. خب اینجا میخوایم 3 تا معنی کلمه over رو بررسی کنیم. اول به معنی خسته شدن.
برای فرض مثال از رفتار یکی مثلا خسته میشی، دیگه نمیتونی تحملش کنی، میگی I'm over it. I can't tolerate you. I'm over it. I can't tolerate you. over به معنای در واقع بالاییه، بیشتر از مثلا یک تعدادی، یک مقداری. میگه The book was over 350 pages long. The book was over 350 pages long. یعنی این کتاب بالای 350 صفحه داشت. و اوور بعدی به معنای تمام شدن. مثلا میخوای بگی که یک داستانی تمام شده، یک امتحانی تمام شده، مثلا یه چیزی تمام شده، میگی مثلا برای فرض مثال The test is over now. The test is over now. یعنی امتحان الان تمام شد، همین الان تمام شد. امیدوارم از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشین. اگه نظر یا پیشنهادی دارین تو قسمت کامنت حتما برام بنویسین. مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.